شانه و صابونی فرموده اتان را نیست. خوراکی که سپارش داده بوده. تشکر دخترم. زیغ نشوید خاله جان. بیاید رفته بینیم که اپای سارا در چی احوالن. رفتیم. بیا رفتیم. با کانال متوب تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. ما ای مهربانی و خدمت‌های خودت خیلی می‌نداریم. سلامت باشید خاله جان. همی یگون روز دیر میایی کو؟ همی قپزمانت میشه. راست. سلامت باشید خاله جان. من باشم با رفتاری اپای رحیمه خاله حیرانم. به هر گونه فکرها خودشان را بند کرده زیغ شده گشتن. من از پای کارهایم میشوم خاله های عزیز. شما باشید استراحت خوبی خود را ادامه دهید. مبادا اگر به شما لازم شوم من در همین نزدیکی ها هستم. جیغ زنید. میلش خاله جان. با شما استراحتی خوب. گفتگی برین قریب فراموش کرده مانم خاله جان. سردختر گفتن که خودشان پگاه آمده شما رو گرفته میبرن. تشکر دخترم. سلامت باشید خاله جان. ها بوی تتنجی نیتی کجای رفتن داری؟ اگر در اوجا جو باشه مرا هم برق خطید. تینجید گونه. پگاه میروم. خدا میداند باز کی میبینیم. ای خیل نگودگانه. حاضر یک گوشه به دیگر گوشه جمهوری رفتن یگان مشکلی نداره؟ راست میگویی. با کانال متوب تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. Ana uçacağım metoyen ozoluna roh gaştan geliyor. Teşekkür bacım. Oy Eloho baraka öbe. Eloho baraka öbe bacım. Ana metoyen harakat kılıyor. Oysa no tarsida harakat kılıyor. O ofarin ozoluna roh gaştan geliyor na tarsi. Salom xolajon. Salom pisaram. Salomatiyatmi chiqilas? Tashakkur pisaram.
من با آن سراغای گفته‌تان رفتم. خوب خانه را هم پیدا کردم. اما یک زنی تخمین 30 ساله برآمد و گفت که صبور و شما را نمی‌شناخته است. خانه را گفت یک ماه پیش خریده است. نغز می‌دهد. سلام علیکم. چجوری من چی خشم؟ نقص؟ اولتون خوب؟ چجوری من این چیزو گفتگاتون رو آوردم؟ ایلوی برکایو بچه. سلامت باشید. سلامت باشید. ماشا خالت خیلی. من خیلی پزمون شده. ماشا خالا همین قدر خورسند که از خورسندی حتی جای نشستشون رو یافته نمیتونم. من ماشا ایوانی مکتبی دگونه. در مکتب یک جا میخوندیم، باز یک جا کار میکردیم. بسیار انسان خوبه. به اینجا اومدنش و شوخی هایش هیچ از یادم نمیبراید. خدا عمرش دراز کنه. همین خیلی انسان مهربانه که بعد وفات شوهرش ما همسایه ایم. یک جای زندگی میکنیم. بین حولی من و وی دیوار نیست. بله. السلام علیکم. سلام علیکم عزیز. سلام علیکم. خوب هستید؟ بشینید خاله جان. خیر پگاه جواب میشویم گفته شاید خوب آرزوها کرده ده؟ دکتر جان آرزوی ما تنجی و امانی است. البته خاله. آرزوی هر یکی ماست. خاله جان در مسئله به خانه پیرانسالان رفتنتون من با راهبریت آنجا صحبت کردم. نصیب باشد پگاه خودم شما رو به آنجا برده میمونم. تشکر دکتر جان. تشویش زیادتی کشیدید. ببخشید. خداوند به همه مراد و مقصدتون برساند. من از شما بسیار منتدار. پسرم یک بار هم ناومد. شما پسروار خدمت کردید. چی؟ به خانه پیرانسالان؟ نه من نمیمونم. دکتر جان من پگاه به خانه میروم، همراه هم گرفته میبرم. من در دیها خانه و حولی کلام دارم. زندگیم خوب است. دگانه نگو. من و ماشا شما را زیق شوی نمیمونیم. خدا راضی باشد دگانه جان ما باز وا میخوریم. نمیخوام شما را تشویش دادن. ایمون همی گپوتا. خوب خاله ها نغزکک شما مصلحت کنید. حالا تا پگاه وقت هست صحبت کنید مصلحت کنید. خوب شد از دکتر جان. زیق نشوید. خوب سلامت باشید. خوش آمدید. بخشیش واقعا مادرم راست میگویند.
خوب میشد که خاله رحیمه را ما یک جای بدی همه بردیم. اونجا حولی کلان. اول اینکه مادرم با خاله رحیمه خیلی خوب اونس گرفتن. خوب میشد که میرفتم در همون حولی یک جای زندگی میکردم. یکم کمبودی نیست. شما با مادرتون زندگی نمیکنید؟ من در شهر کور زندگی میکنم، لیکن روزای استراحتی به یادت مادرم میروم. خیر، خیلی خوب. مصلحت کنید. سلام باشید. خوب نظم باشید. مرحمت درآید. ممکن؟ مرحمت درآید. چرا نه؟ درآید مادر جان. مرحمت. عذر که شما رو تشویش دادم. نه این خیلی نگوید مادر جان. مرحمت شنید. خوش مادر جان. سلامتیاتون خوب است؟ خوب است پسرم. شکایت ندارم. خوش. بچه خلاص آمده؟ بچه جان دوگانم سارا جان خیلی انسان خوب است. من همراهش میروم. شما رو دیگر تشویش نمیدهم. چی جای تشویش است مادر؟ این وظیفه ماست. لیکن شما نقص فکر کنید. شما و جمع همکارانتان برای من خدمتی زیاد کرده. پیش از رفتن آمدم که منت داری بیان کنم. همه تان رو فرزندوار دوست داشتم. شما هم فرزندوار خدمت کرده. فقط نمیدونم برای چی باشد که یک و یگانه فرزندم باره هم به نظرم ناومد. زیغ نشوید مادر جان، زیغ نشوید. سراغه خاله سارا در دفتر قیدهایمون هست. مادر، من خودم هر هفته شما را شخصا خبر میگیرم. من حاضر. بچه جان، لابای خاله جان، میخواهم یک بار دیگر خانم رو بینم. خانه شما در کجاست خاله جان؟ آنجا دور نیست، سری راه کوچه خیرالله میرزایی. خوب شد خاله جان. تشکر پسر. مایلش بچم، در دل شورمون نمانم. خوب شد جان. میروم. دگونه Dedenizle bir işim var ya. Tam olarak çözemedim. Hadi hayırlısı. Lekin bazen vaqt yo'qda zang mezaman. Ba'zan holatimdan xabar mishlam. Umidvoram ki elinaton rason bersin. Orom shaved modar. اساسش که تو سیاد سلامتی پسرم. خواهش میکنم مادر، من رو ببخشید. بیا پسرم، میمان ها رو به خانه تکلیف کنید. السلام علیکم. خوب هستید؟ گونه سرگردون نشو. خانه را دیدیم.
یگان روزی دیگه میشوم میبیویم حاضر ای بیمارخانه اومدیم بگونه سگو بچه ما روان میکنم البته میبیویی رختانه نگاه یک یولچوی نمیشیدیم بعد میرفتیم چیل میشود یگان روزی دیگه میشوم سلامت باشید. شما البته برید. میبیویم شما ما رو قرضدار کردید. مادر جان بیایید مادر جان بیایید. مادر جان راستش رو گویید کلینتون به خبرگیریتون میرفت؟ می اومد پسرم می اومد. مادر جان من کلینتون رو به جای کارش برده سر قدم به کارخانه خودم میدرویم. حجت رو تخت کرده زود برمیگردم. مرحمت چای گیرید. تشویش نکش پسرم خانه خودم از پسی کارت رو. مادر جان خدا را شکر که شما رو صحت و سلامت میبینم. سلامت باش پسرم. خیر یک دعا مادر جان. الهه آمین. هر کجا که باشی خداوند نگهبانت باشد. صحت سلامت رفته صحت سلامت برگردی. با کسب و کارت برکت میخواهم بچه. آمین. الله اکبر. تشکر. شما با حضور باشید مادر جان. من زود برمیگردم. خیر مادر. احتیاط کن بچه. بلش مادر جان دوستتون میدارم. نفهمید که نفهمید. اومدی بچیم؟ ها اومدم. سلام مادر جان. سلام بچه جان. کیلین در کجاست؟ به خونه مادرم میروم گفت. بیا بچیم. چای خنک نشود. تشکر مادر جان. من دیرتر نهاری میکنم. خیر مادر جان. ایست پسرم. امروز حتما رفته کلین رو بیار.
زندگی پستی و بلندی ها دارد پسرم. او هم سازش کنید. تو به هر حال مرد هستی. او مادر است. فرزندش رو گم کرده است. اومدن نمیخواهد مادر جان. چی کار کنم؟ پسرم تو زیغ نشو. من میدونم برای چی نمی آید. من امروز به خانه دوگانه‌ام میروم. یکون هفته آنجا میمونم. تو یک گلوچ کرده همسرت رو بیارو. زندگی خودت رو بین. وای مادر است. وای رو فهمیدن ممکن. مادر جان مایلش من میروم برای آوردنش، لیکن باوری دارم که او هیچگاه مرا نمیفهمد. خیر مادر جان. خیر پسرم. شما زیغ نشوید. مادر جان با تو دروغی گفتم که نابخشیده نیست. دروغ گفتم که مرا خواندنی روان کردند. دیگر چی می گفتم؟ همش از روی این. اما این باشد خرسندی کرده گشت است. با کانال موتوهوب تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. مادر جان با شما چی شد؟ مادر جان خواهش میکنم چشمانتون ببند. مادر جان دور از تو بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. باره به سراغت نآمدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران من بودی، نگران من بودی، نگران من بودی. باره به سراغت نآمدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران
کجاست مادرم؟ مادر مادرم شیری سفیدم دادی، مهرم دادی، مهرم دادی. از ناکامی ها بسا امیدم دادی، امیدم دادی، امیدم دادی. رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش، ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش. رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش، ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش. این دیده پر آبی تو خود چشمه مهر است، چشمه مهر است، چشمه مهر است. من بد مادرم قدری سوخنه تو بسی پیر است، تو بسی پیر است، تو بسی پیر است. این دیده پرآبی تو خود چشمه مهر است. من بعد مادرم قدری سخنه تا بسی پهر است، تا بسی پهر است.
мотооп Tagex обуна шавед то аз видеои нав бохабар бошед.